Consistency is the key to success. که معلم ها شغل ایدئالی دارن. 3 تابستون بیکارن، ایام عید بیکارن، حقوقشونو دارن، مزایاشونو دارن. هر تجربه‌ای که تا الان داشتم این مروارید الانو ساخته. پس حس میکنم اگه برگردم به گذشته بازم همین راه رو میرم. هر روز صفحه‌ای تازه از زندگیمون باز میشه و این ما هستیم که با هنرمون ویراستاریش میکنیم. سلام، من علیم. به قسمت 7 پادکست دوجیدو با مروارید خیلی خوش اومدید. بچه آماده این بریم سمت؟ دوجیدو اولین مجله صوتی آنلاین. با دوجیدو بروز باش. مروارید برای شروع یه بیوگرافی کلی از خودت بده و بگو که توی دوجیدو چی کارا انجام میدی. سلام عرض میکنم خدمت شما و همه دوستانی که این پادکست رو میبینن. من مروارید اکبری هستم، کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی دارم و تقریبا 6 ساله که تدریس زبان انگلیسی رو انجام میدم و توی دوجیدو به عنوان ویراستار کار میکنم. ویراستاری میکنی، یه کار دیگه هم انجام میدی؟ ترجمه هم انجام میدم. خیلی هم عالی. قبل از اینکه وارد تیم دوجیدو بشی چی کارا انجام میدادی؟ یه توضیح بده. و چی شد که بعد وارد تیم دوجیدو شدی؟ چه اتفاقاتی باعث شد؟ قبل از اینکه وارد دوجیدو بشم تدریس رو دنبال میکردم و ترجمه فیلم و سریال هم انجام میدادم. خیلی عالی. توی آموزشگاهی با یکی از همکارانی که الان اینجا هم حضور دارن همکار بودیم که ایشون منو معرفی کردن و بعد از اون دیگه وارد جمع دوجیدو شدم. خیلی هم عالی. خیلی خوشحالم که توی تیم من هستی و خفن داری کارا رو جلو میبری. گفتی که تدریس زبان میکنی، یعنی همچنان ادامه داره. چی شد که وارد تدریس زبان شدی؟ مثلا کلاس زبان میرفتی؟ چجوری اصلا با این دیگه حرفه‌ای الان کارشناسیش هم داری؟ چجوری شد؟ من از بچگی خیلی علاقه شدیدی داشتم به زبان انگلیسی. یعنی آهنگا رو که گوش میدادم همش دوست داشتم ببینم معنیشون چی میشه. سال اول راهنمایی اولین سالی بود که توی مدرسه ما زبان انگلیسی داشتیم و معلممون گفت که بچه این درس رو اگه جدی بگیرید، خوب یاد بگیرید، میتونید دوستای خیلی زیادی تو سراسر جهان داشته باشید. شاید اگه بچه تنهایی هستید به خاطر اینه که دوستتون یه جای دیگه دنیاه. و این شد جرقه‌ای برای من. از اونجا به بعدم همیشه معلم زبانای خیلی خوبی داشتم و یه جورای الگوهام بودن توی زندگی و دوست داشتم شبیه اونا بشم. و شاید عجیب باشه از بچگی همیشه میگفتم یا معلم میشم یا زنه یه معلم میشم. باحال بود. یعنی قبل از کلاس اول راهنمایی کلاس زبانی هیچی نرفته بودی؟ سال دوم راهنمایی کلاس زبان رو شروع کردم. برخلاف خیلی از بچه‌هایی که مثلا از ابتدایی مثلا زبان رو شروع میکنن و اینا کلاس‌های زبان تابستونا میرن، نبودی پس؟ نه نبودم. خیلی باحال بود، بامزه بود. یه جمله انگلیسی که خیلی باهاش حال میکنی چیه؟ اینجا میگی؟ معنیش هم بگو که بقیه و من متوجه بشم. Consistency is the key to success. یعنی استمرار کلید موفقیته و واقعا بهش باور دارم. دقیقاً. چیزی که حالا من یه مدل دیگه‌شو میگم تکرار مکررات معجزه میکنه و واقعا به این قضیه باور دارم. تو هر چیزی رو انجامش بدی، تکرار کنی قطعا نتیجه میده. حالا هر چیزی باشه، حتی اشتباه باشه، میتونه نتیجه بگیری ازش. مرسی. چی شد کار ترجمه فیلم و انیمیشن انجام دادی؟ چون در جریان هم 1-2 روز پیش هم یه انیمیشن و کار ترجمهش انجام داده بودی و حالا دوبله شد و اینها، اجرا هم شد، به نمایش هم گذاشته شد. چی شد با این حرفه هم آشنا شدی، کارش انجام دادی؟ خیلی اتفاقی تقریبا 3.5 سال پیش استودیوی آرنگ دنبال یک مترجم میگشتن و یکی از دوستانم منو معرفی کردن و از اونجا استارت کارم با استودیوی آرنگ خورد و خیلی کارهای زیادی با هم انجام دادیم
توی پلتفرم های مختلفی به نمایش گذاشتیم. چند شب پیش اولین بار بود که اکران عمومی داشتیم برای کارمون و امیدوارم که همینجوری رو به جلو پیش بریم. اسم انیمیشن چی بود؟ اینساید اوت بود که من ترجمه کردم سرنشینان. چه ترجمه‌ای تا حالا این اسمو واسش نشنیده بودم. آقای کاستاده، فکر میکنم علی کاستاده، برای قسمت 1 همین اسم رو انتخاب کرده بود. پس از قبل چنین اسمی بود؟ بله، استاد من بودن. برای همین من هم به تقلید ازشون. خیلی هم عالی. خیلی خوبه. با یه شخصی الان داریم صحبت میکنیم که معلم زبان، کار ویراستاری و ترجمه توی دوجیدو رو داره انجام میده، ترجمه انیمیشن ها و فیلم ها انجام میده. ولی مروارید اکبری چه کاری هست که حاضری بابتش تا آخر عمرت هیچ پولی دریافت نکنی ولی انجامش بدی؟ آشپزی. چرا؟ خیلی شکمم. از اون شکمویی که دوست داری آشپزی کنن؟ آره، آشپزی رو دوست دارم واقعا. چه غذایی رو بهتر از همه چیز درست میکنی به نظر خودت؟ فسنجونو جو افتاده گیلانی. عالی. خوبه. باحاله. خودت چه غذایی رو بیشتر از همه دوست داری؟ حالا فسنجون رو بیشتر از همه دوست داری. خوبه. بریم یکم سوالات شخصی تر کنیم. یه معلم زبان خیلی خوبی هستی، ولی تو بچگی دوست داشتی چی کاره بشی قبل از استارت اون قضیه زبان و کلاس اوله؟ من از بچگی دوست داشتم معلم بشم. ولی نمیدونستی معلم زبان؟ نه، نمیدونستم معلم زبان میشم، ولی دوست داشتم معلم بشم. شاید چون مثلا تاثیر حرفای اطرافیان بود که معلم‌ها 3 تابستون بیکارن، ایام عید بیکارن، حقوقشونو دارن، مزایاشونو دارن و این توی ذهن من نقش بسته بود که معلم‌ها شغل ایدئالی دارن. پس همیشه دنبال یک شغل میگشتی که یه تایم تفریحی داشته باشی. دقیقاً. خب به اون قضیه هم بیشتر میرسیم. دقیقاً تو یه شخصیتی داری که خیلی اهل سفری و تفریحی. بله. چی شد که به سفر علاقه‌مند شدی و کجا رو بیشتر از همه دوست داری از این سفرهایی که تا الان رفتی دوست داشتی؟ دلیل علاقم به سفر یکی از معلم زبان‌هام بود که ایشون تور گاید بودن زمانی که من دانش آموزشون بودم و حتی یه دوره‌ای من شدیداً دوست داشتم مثل ایشون تور گاید بشم و هرچی پیش رفت دیدم اصلا با سبک رفتار من سازگاری نداره و اون دیگه رفت کنار. دوباره با اولویت اولم رسیدم معلمی. سفرهایی که رفتم یکی که خیلی خاطر انگیز بوده دبی بود و توی ایران کاشان. خیلی قشنگ بود کاشان. چه چیز کاشان واسه جذاب تر بود؟ گلابگیریش. دقیقاً تو فصل گلابگیری رفتیم. بله. خیلی خوبه. باحاله. خب مروارید اکبری داری چند تا کار با هم هندل میکنی. در شبانه روز چند ساعت کار میکنه؟ چه تایمایی میخوابه؟ چه تایمایی سر کار میره؟ یه توضیح کلی. خب من صبح که تا ساعت 1 الی 2 دوجیدو هستم هر روز به جز جمعه ها و بعد از اون روزای فرد از ساعت 3 کلاس دارم تا 9. روزای زوج گاهی از ساعت 4 تا 9، گاهی 4 تا 8. جمعه ها دیگه کامل آف میکنی؟ جمعه ها ترجمه. ترجمه انجام میدی. خیلی هم عالی. یعنی قشنگ روز آفی برای آنچنان برای خودت در نظر؟ خیلی کم. حالا اگه برمیگشتی عقب واقعا همین مسیری که اومدی رو میومدی یا یه سری جاها رو نه یه راه دیگر رو میرفتی به نظر خودت؟ هر تجربه‌ای که تا الان داشتم این مروارید الان رو ساخته. پس حس میکنم اگه برگردم به گذشته بازم همین راه رو میرم. همه رو شاید با بعضی از مجموعه ها دیگه همکاری نمی کنم قطعاً، ولی این مسیر معلمی رو دوباره پیش میگیرم و ترجمه رو که خیلی یعنی یکی از راه‌های فرار من از اون روزمرگی شغلم
همین ترجمه فیلم و سریال هست. باحال بود. مرسی. شنیدم که مدتی جنوب زندگی میکردی. بله. جنوب رو ترجیح میدی؟ کدوم شهر بودی؟ اول اینو بگو، بعد فکر کنم بندر عباس بوده. بله. بندر عباس رو ترجیح میدی یا رشتو؟ رشت. چرا؟ شاید چون تو دوران خیلی بهتری تو رشت زندگی کردم. من از 2 سالگی تا 12 سالگی بندر عباس زندگی کردم و پوشش گیاهی گیلان رو خیلی دوست دارم، آب و هواشو خیلی دوست دارم و طبیعتا مردمش خیلی مهربون ترن. خیلی عالی. یه سری کلمه میگم یکم چالش تر کنیم این قضایا رو. حس تو در حد 1-2 کلمه بگو. پرنده. کوکو. پیتزا. روست بیف. ابی. سوهان رو. شکلات. عشق. کنجد. حساسیت. چرا؟ قضیهش چیه؟ حساسیت شدید به کنجد دارم متاسفانه. اگه بخوری چی میشه؟ اگه زیاد بخورم قرصم نخورم، تنگی نفس. خیلی شدید. خیلی شدید. اگه مثلا 1-2 تا دونه بخورم قرصم بخورم، خارش شدید، التهاب و کهیر. خب یادم باشه اگه خواستم از شهرت خلاص شم یکم کنجد دم دستم باشه. خب نه واقعا خیلی کارت عالیه و مزاح بود. حالا گفتی شکلات چی؟ عشق. اگه قرار باشه تا آخر عمرت شکلات نخوری یا دیگه پرنده ها تو نبینی، کدوم انتخاب میکنی؟ به شکلات لب نمیزنم. حاضری پس همیشه پرنده ها تو ببینی؟ خب راجع به پرنده هات بگو. چند تا پرنده داری؟ داستاناشون چیه؟ اسمشون چیه؟ اولین پرنده‌ای که گرفتم کوکو بود. 6 سالشه. وقتی گرفتمش 2 هفتهش بود، یعنی فقط سرش پر داشت. بعد از اون تقریبا 2 سال بعد فکر میکردم کوکو نره. 2 سال بعد؟ آره فکر میکردم نره و براش یه ماده خریدم که بعد از 1 سال جفتشون تخم گذاشتن و فهمیدم که جفتشون مادن. یه دونه نر دیگه خریدم، اسمشو گذاشتم انبه. تو این مابین خواهرم هم 2 تا عروس هلندی خرید، پدرم 6 تا مرغ عشق خرید. یکی از دوستامون داشت مهاجرت میکرد، گوفینشو داد به ما، کاکادو گوفین. الان خونمون باغ پرندگانه. چند تاست الان در مجموع؟ الان در حال حاضر 4 تا مرغ عشق داریم، 2 تا عروس هلندی، 3 تا برزیلی و 1 کاکادو. باحال بود. کلا پس به حیوانات خیلی علاقه داری؟ بله خیلی. و یه چیزم میدونم خیلی هم گربه دارین. قضیه گربه یا 6 تا. قضیه گربه ها چیه؟ گربه ها رو پدرم به گربه های توی کوچه غذا میداد و از یه جایی به بعد دیگه اومدن تو خونمون زندگی کردن برای خودشون. بابا کم کم آوردشون داخل، اول از دم در کم کم آورد داخل و الان بیرون خونه هستن ولی توی حیاطمون. و بچه آوردن، زیاد شدن، یه محل امنی شده خونه شما برای اونا. آره دیگه 6 تا گربه داریم. باحال بود. مرسی از اینکه به اشتراکش گذاشتی. اگه قبل به دنیا اومدنت حق انتخاب داشتی، کجای ایران و کجای دنیا رو به عنوان محل تولدت انتخاب می‌کردی؟ ایران که قطعاً دوباره رشت. ولی اگه خارج از ایران میتونستم انتخاب کنم قطعاً نیویورک. چرا؟ خوشم میاد از اون شهر. از شلوغی خوشت میاد یعنی؟ آره خیلی شهر زندگیه. ولی اونجا دیگه نمیتونی تدریس زبان کنی ها. آره دیگه من اونجا یه ماهی معمولی ام. جالب بود، جمله قشنگی بود. معلم زبان هستی، بیشتر دانش آموزات تو چه رنج سنی هن؟ همه رده‌های سنی رو تدریس میکنم، چون خصوصی الان تدریس میکنم. در حال حاضر با هیچ آموزشگاهی همکاری ندارم به خاطر تایم پراکنده‌ای که داشتم و همه رده‌های سنی رو در حال حاضر دارم. ولی احساس میکنم با بچه‌های خیلی کوچیک راحت تری، بیشتر خیلی لذت. آره
بچه ها دنیای خیلی قشنگی دارن، ساده تر، پاکتر. دقیقاً این حس رو توی پیجت دارم میبینم، یعنی با اونا بیشتر حال میکنی، از اونا بیشتر استوری میذاری و خیلی عالیه. بزرگا نمیخوان دیده بشن آخه. بزرگا اصلا من گاهی میشه مثلا یه استوری خیلی کوتاه ازشون میذارم، کلی میاد خواهش میکنم تو رو خدا بردار، اینو بردار، خواهش میکنم. اون ترس قضاوت شدن توی کودکان نیست و خودشون حتی میان تیچر بیا یه فیلم بگیریم، یه استوری بگیریم با هم، یه پست درست کنیم، اینجوری بیا این کارو بکنیم، اون بازی رو انجام بدیم. ولی بزرگا نه، دوست ندارن دیده بشن. مرسی. بریم یکم بحث رو عوض کنیم، بریم سراغ یکی از چالش هامون. یکی از چالش هامون اینه که 2 تا عکس نشون میدیم و سعی میکنیم 2 تا قطعه یا وسیله رو انتخاب کنیم که اصلا طرف مقابل مهمونمون نتونه حدس بزنه. حالا ببینیم میتونی حدس بزنی یا نه. خب ببینیم بچه ها این سری برای تو چی در نظر گرفتن. سرنگ انسولینه؟ سرنگ مشخصه ولی نه، هیچ ایده‌ای ندارم. خمیر سیلیکونه برای سی پی یو که وقتی رو مادربرد نصب میکنن. بعدی این قطعه باید برای ماشین باشه اگه اشتباه نکنم. تقریبا درست گفتی ولی اسم قطعه خیلی مهمه. دیسکه؟ میتونه دیسک باشه. دیسک خب شکلش دیسک داره. فلای ویل یکی از قطعات خودرو. کاملا طبیعی بود که نتونی حدس بزنی. خب این چالش رو بگذاریم، بریم سراغ چالش های بعدی که داشتی تا حالا. راجع به این چالش صحبت کن. بزرگترین چالشی که موقع کار کردن توی دفتر تو فضای دوجیدو داشتی چی بوده و چی بیشتر از همه توی دفتر عصبیت میکنه؟ میشه دومی رو اول جواب؟ بله. ابی. چرا عصبیت میکنه؟ من برم تنبیهش کنم. نه، ابی رو دوست دارم. خیلی پسر پر انرژی، شاد، سوهان روحیه. و گفتید که چالش. آره. من توی کارم تا اینجای کار چالش آنچنانی نداشتم. نسبت به بقیه بچه ها کارم خیلی روونتره، میدونم چی کار باید انجام بدم و مشکل آنچنانی نداشتم. خیلی خوشحالم که چالشی نداشتی. حالا در کل نظر راجع به تیم دوجیدو و تیمی که اینجا داری با هم کار میکنی چیه؟ حس و حالت چیه؟ هم بدونم. من جای زیادی کار کردم، تو آموزشگاه زیادی کار کردم و همکارای خیلی خیلی متفاوتی داشتم، ولی تیم دوجیدو رو خیلی دوست دارم. یه جورایی مثل خانواده دومم شدن. همه بچهای خیلی پر انرژی، خوشقلب و مهربون و حرفه‌ای و خوشحالم که عضوی از این تیم هستم. منم خیلی خوشحالم که چه این حسی رو داری و این واسه من خیلی ارزشمنده. خب از این قضایا هم بگذریم، یکم چالشی تر کنم یه سوالو. چه خرابکاریه که کردی و تا حالا کمتر کسی اونو میدونه؟ اینجا یا هر جایی یه خرابکاری که وایرال شه، مثلا باحال باشه. خب من اگه اینو بگم قطعا اسمم خط میخوره از شناسنامه. آره نه من اینو نمیگم. خب یکی که حالا یکم میشه گفت. خرابکاری زیاد کردم. خب جالب شد. نمیدونم چی میتونم بگم که قابل پخش باشه. یکی که خودت فکر میکنی رو بگو که کمتر کسی میدونه. تقریبا فکر میکنم 3 دبستان بودم. بعد دایم بعد از ظهر خونه ما اومده بود، بندر عباس خوابیده بود، گفت که من تا بیدار میشم لطفا برای من چای دم کن. گفتم اوکی و اینا. بیدار شد گفت که چای دم نکردی، من باید برم سر کار و فلان و اینا. گفتم چرا دم کردم؟ وای خیلی وحشتناک بود. این تفالگیر چای رو داشتم توی آب سرد میکوبیدم که فقط یه کوچولو رنگ بده. تو آب سرد؟ متوجه نشد واقعا. آره گفتم دایی ریختم برات، هر چی صدات کردم بیدار نشدی و اینا. خوب جمعش کردی. الان دیگه دایید اینو نمیدونه؟ انشالله.
از این به بعد دیگه میدونه. خب اوکی بود، باحال بود. یکی از بامزه ترین خاطراتی که توی دفتر توی دوجیدو داشتی رو برامون تعریف میکنی؟ دوجیدو آخه ما هر روز انقدر با بچه‌ها با هم نزدیکیم، هر روز داریم میخندیم و شوخی میکنیم. چیزی که خیلی بامزه باشه، چیز خاصی به ذهنم نمیرسه. نه. هر روز اونجا دور صبونه و اینا صحبت میکنی، حرف میزنی. بگم آخه اصولا همدیگر رو دیس میکنیم. تو همون لحظه خنده داره. دیسپک و دیس و آره همون لحظه خنده داره. باحال. باش. راجع به خودت یه اعترافی میخوام بکنی که اینم کمتر کسی میدونه. چیزی هست که در مورد خودت همه چیزو در مورد تو میدونن؟ زیاد برونگرام متاسفم. خب پس از این سواله عبور میکنیم. اوکی حله. یه سوال میپرسم با بله و خیر فقط جواب بده. جنبه انتقاد داری؟ بله. حالا که اینو گفتی با این جدیت، چرا جنبه انتقاد داری؟ انتقاد سازنده است. تا جایی که وارد فاز توهین نشه، تخریبگری نشه، خیلی سازنده است. میتونه، چون من هیچ وقت خودم رو از بیرون نمیبینم. کسی که منو از بیرون میبینه میتونه ضعف‌های من رو بگه و قطعاً من اونا رو استفاده میکنم و به بهتر شدن خودم کمک میکنم. مرسی، قشنگ بود دیدگاه و نگرشت نسبت به این قضیه. مروارید اکبری اگه میتونست یه ویژگی رو از خودش حذف کنه، اون چی بود؟ مهربونی بیش از حد و اندازم. ضربه خوردی ازش؟ خیلی زیاد. و یه ویژگی رو اگه بخواد از خودش به دیگران بده که سازنده باشه واسه شون، اون چیه؟ بازم مهربونی که اونام ضربه بخورن. بیش از حد نباشه. بیش از حد نباشه. دقیقا. حالا در کل هر چیزی بیش از حدش خوب نیست. درست. حتی کارهای خوب. مرسی. و به عنوان سوال آخر که میخوام کل صحبتاتو تمام کنم، اینجا البته گفته در قالب یه جمله گفته بشه، ولی من دوست دارم خیلی بیشتر راجبش صحبت کنی. مروارید اکبری هدفش از زندگی چیه و واقعا دنبال چی میگرده تو این دنیا؟ خیلی یهویی شد سواله. تا حالا بهش فکر نکردی؟ خیلی بهش فکر کردم. خب هدفم اینه که اگه روزی من اینجا نبودم، همه کسایی که منو میشناختن بگن که چیزای خوب ازم یادشون بیاد و توی ذهن همه دوست دارم آدم خوبی باشم و همیشه هم تلاشم توی زندگی برای همین بوده که اون حس خوبه رو بدم. یه اثر قشنگ از خودت به یادگار بذاری. خوبه، قشنگ بود. مرسی که این وقت رو گذاشتی اومدی توی پادکست ما. مرسی از شما که اومدین و پای این ویدیو نشستین و صحبت‌های ما رو گوش دادین. ما توی پادکست دوجیدو برخلاف همه پادکست ها با آدمای معروف داریم صحبت نمی کنیم. با یه سری آدمای معمولی داریم صحبت می کنیم که قراره توی آینده معروف بشن و ما بهشون افتخار کنیم. نظری، کامنتی داشتین راجع به این ویدیو و قسمت‌های قبلی ما، حتما توی کامنت ها بگین. یکی دو تا از ویدیوهای ما، پادکست‌های قسمت قبلی توی آخر این ویدیو میاد، حتما برین نگاه کنین، نظراتتون رو بگین. خیلی مخلصیم.